سلام به ارسایی عزیز. با پارت دوم از پرسش و پاسخ با دکتر عمادی عزیز با شما همراه هستیم. مبحث امروزمون در خصوص راه‌های جوانسازی پوست بدون جراحی. دکتر جان لطفاً در خصوص راه‌های جوانسازی پوست بدون جراحی توضیح می‌فرمایید؟ درود بر همه شما همراهان همیشگی کلینیک ایرسا. مقوله جوانسازی و جوان ماندن یک مقوله خیلی دیرینه هست و همیشه بشر دنبال اکسیرهای جوانی بوده. با افزایش سن افراد دچار پروسه ایجینگ یا سالخوردگی میشن که این قضیه فقط معطوف به پوست نیست. با افزایش سن کلاژن و الاستین پوست کم میشه و پوست حالت شل شدن پیدا میکنه. اون ساپورت استخوانی و حمایت استخوان‌ها اونها هم به دلیل گذشت زمان تقریبا دچار آتروفی یا کوچک شدن میشن که این ساپورت هم کم میشه. در کنار اون یک مقداری تحلیل عضلانی داریم، تاندون‌های این عضلات شل میشه و همه این موارد با هم کمک میکنه که فرد یک صورت سال خورده و افتاده رو داشته باشه که با توجه به این توضیحاتی که دادم میشه خیلی متوجه شد که قضیه جوانسازی یک مقوله بسیار گسترده و وسیع با چند تا دونه کلمه که میشه باش یک سوال پرسید: چیکار کنیم جوانتر بمانیم؟ به خاطر همین موضوع کاری که ما پزشک ها انجام میدیم این نیست که جلوگیری کنیم از اینکه فرد پیر بشه. این قضیه پیر شدن حتما اتفاق میفته و کارهایی که ما انجام میدیم برای اینکه این پیر شدن دیرتر و آهسته تر اتفاق بیفته. بله، با وجودی که این موضوع خیلی خوشایند نیست، اما ما از شما پزشکا میخوایم که این روند رو برای ما به تطبیق بندازید. دقیقاً همینه و علم روز دنیا هر روز داره توی تکنیک‌های تزریق لیزرها خودش رو پیشرفته تر میکنه که تأثیر و ماندگاری این اثر رو بیشتر کنه. کاملا منطقی و متشکرم از شما دکتر جان. متشکرم که مجدد وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.